الرحمن الرحیم. میم امروز جدول بخیر تیبل نوشته کو تیبل. چی میخوانیم امروز؟ تیبل. بس اونجا برد میدونم. توسط تیبل میتوانیم که جدول جور کنیم. توسط تیبل می توانیم که کمان توسط تیبل می توانیم که جدول جور کنیم. دیگه تو ندیدی؟ معلوم نمیشه اینجا. استاد خراب دیگه نمود صحیح آی. صحیح است. ببین شاگردا اگر بخوای جدول شما جور کنین، جدول استفاده کنین، کدام قسم کدام جدولش باید کار شود. اینجا میم از اینجا میم جدول. یک جدول آوردیم شاگردا مکمل نامش تیبل است. کامل نام چی داره؟ تیبل. این کالمش است. چیست؟ کالم. این تیبل جدول چند کالم داره؟ 5 کالم. یعنی کالمشان است. و یک قسمی که است بنام رو یاد میشه. بنام چی؟ رو یاد میشه. یعنی تیبل کی جمع داریم، این تیبل تقریبا 8 رو 9 رو داره. رو و جدا جدا بنامی چی یاد میشود؟ سل. چی نام داره؟ سل. هر کدامش جدا سل نام داره. و بسته نامش چیست؟ جدول. تیبل. شما بفهمید که تیبلی بسته جدول که است، همراه جدول دو داره تب هم باز میشه. نو این کلم هاست و مودی که سل های حساب شود. اینی رو نام داره. جدا جدا خطا راست. جدا جدا چی نام داره؟ رو. سل نام داره. هر کدام که جدایی چی نام داره؟ سل نام داره. مشکل خو نیست. insert table نوشته کن. توسط این کمان می توانیم که تا 63 کلم و 32767 رو بیاوریم. 62 کلم 63 گوشت چی می‌خواد؟ 63 کلم 32767 32767 رو بیاوریم. ببینی شکل insert 5 کلم 20 رو enter. 5 کلم والا 20 رو enter. یا میخوام نه یک قسم نباشه اینجا میم 50 کلم 200 رو. اگر میخواستی جدول کلان می بود در یک دفتر کار میکردی اول ورق کلان برش بگیری که نفهمیدی اینجا بیا. ای بخاطر چی خوب است؟ If you have a white tables in your document. نوشته کرده نه خط اخیرش بخواد. If you have white table in your کلیک کو. تیبل کلان هم شما میتونید که ببینید. اگه نشده اینجاست
तीसरा उतार होता है اگر میخوای که دیلیت کنی ما میخوایم که این 100 کلم داشته باشه. چند کلم؟ 100 کلم یک دم میاریم. 20 رو داشته باشه مگر 100 کلم نمیدن. نهایی سیزش دیدی؟ خصوصی یه 10 کلم چند رو ما میگیم که یک 40,000 رو بیار. 40,000 ریکارد انتر میکنه. 60,000 مطلبش فهمیدین؟ میخوایم که این 4 کلم 0 خب فکس کلم ویت دلخواه ما با کلم ها بار انتخاب کرده میتونیم. نه با کلم اندازش باید دو کلام نه د خپل د دې خبر د زړه نه انتخاب وشي دغه څومره سایز دی صحیح ده دا غټي وړوکی دینه مورکه چې دلخواه انتخاب کرده میتونیم. اگر بیخی کنی اینجا میم انسرت ٹیبل 5 کلم 20 رو دلخواه اینی قدر برداشته باشه. قدر میبینی دلخواه هم زیاد میکنیم. ببینی شاگردان بیت شوا زیاد بیت شوا این اندازه کلم ها میبینی دیگه هم زیاد کرده میکنی. اندازه دلخواست خوبتی پیش برو. سبحان الله معنا اینجا پر تو باش پس نگو چهار شرسی باش ما 5 رفته میبینی کم ساری ما 6 رفته. سی بید باشه اگر ما بیم insert auto fit to contents کلم بی چقدر کلم بی مطابق نوشته بید بی چقدر مطابق فکت صحیح سم auto fit to window कंप्यूटर چقدر ویندو داره قدر ویندو هست نیست چرا خط کش که بالا میبینی قدر ویندو دیگه این بنای مرجن یاد میشه آشان که میگن صحیح مطابق ویندو باید بیه کار یعنی 3 دانه نفهمیدین کدام باید چقدر باید شو باید بیه 3 دانه باید چقدر بیه اول دلخواه دوم مطابق نوشته سوم فیت ویندو مشکل خدایی نیست. ببینی شاید همیشه که ما بیم اینجا 5 و 2 نوشته می باشه نه 5 و 2 ما میخوایم کی رو تغییر کنیم. ما میخوایم اینجا نوشته باشه 6 کلم اینجا نوشته باشه 40 رو همیشه که بیم. remember dimension for new table recommend check اوکی دیگه همون dimension شد تاکی پروگرام ورد باشه ورش وظیفه دادی اینجا می خود دیگه dimension بده باز انتخاب کن एक मार्क लड़की नहीं नहीं
بگو پلانتر تشریف چرا استاد؟ استاد اولش که از کارم ویدید استاد دخان بالا والنمبر columns. استاد انزر تاب استاد تاب سایز استاد واس سایز تابش می باشه استاد نمبر آف کالم استاد نمبر کالمش به کدام اندازه چقدر؟ نمبر کالم 33 استاد چی 63 استاد 63 استاد 63 می باشه و نمبر آف رولز استاد 37,600 نه سو خوب یادش نگیرم 32,000 32,760 آه. دیگه فیکس کالم ویت استاد میتونیم که ازی دلخواه انتخاب کنیم استاد کالم های دلخواه اندازش استاد دلخواه انتخاب کنیم و دومیش که استاد اوت فیت تو کالم به مو اندازه چی که ما خود موجود دادیم استاد به مو اندازه باشه و دیگهش اوت فیت تو ویندو به اون برابر ویندوز برابر اون خط کشک که دارد برابر اون آخری و اینو آخریش استاد اوجه که ما را داده که استاد نمبر آف کالم و نمبر آف رو که دایر کنیم استاد سر از کلیک کنیم برامش میمونه That's good. نیست مشکل؟ درا تیبل نوشته کو توسط این کمند می توانیم که دلخواه تیبل را رسمی کنیم. دلخواه جدول را رسمی کرده می توانیم. ببین خیلی خواندنش اینجاست. خب اینجا باید بخوانیم. هر قسم کیبل که شما خواسته باشی میتونی که درا کنی. درا تیبل و درا کردن تیبل است، رسمی کردن دلخواه. نه convert text to table نوشته توسط این کمند می توانیم که نوشته را در جدول بیاوریم. convert text to table نوشته است نیست دبنش چیست؟ کاما انتخاب که اتومات آن میشه. چیست دبنش؟ کاما است یا نیست؟ میبینی اتومات جدول شامل شده نشه. یا اگر ما بگیم که نه کنترل پلاس اچ چی کار میکنه؟ کاما را میخوایم ریپلیس کنیم با چی؟ سلاش بین اشاره چیست؟ حالا میخوایم ایدیتر را تیبل تبدیل کنیم. چیست؟ پاراگراف مارک کالم تابز آدر می میبینی؟ وا اگر میشه که معلومات پاراگراف باشه اسمی معلومات پاراگراف هر پاراگراف میخوایدن چی بیاری؟ هر بول مشکل هستی که من که بیخی ما نمیمانم اپشن ما نمیمانم بگو کدام اینی؟ خب گفتم پاراگراف علامه تب کامنت صدر ای خو خواندیم خواندیم ای بازم برای درس پتا چرا لندو
اکسل اور स्प्रेड शीट نشته اکسل اور स्प्रेड शीट توسط این کمند می توانیم که از پروگرام اکسل یک جدول بیانیم یا از پروگرام اکسل یک جدول محاسبه دار بیانیم پروگرام اکسل چه قسم جدول آورده میتونم؟ محاسبه کلیک کنید نه خود داره شکار رو اینجا میم قسم شنگه بسته استاد اکسل را خود جور کردیم که کشف میکنیم چی؟ جای جور میشیم بخیر ماسک کردن آره یعنی دبل کلیک پس تا اکسل باز میشه سلیکتش میکنی نه تمام این طرف کلیک کنیم از کجا آوردم این جدول؟ اکسل spreadsheet اکسل spreadsheet Quick tables توسط این کامند می توانیم که جدول های جور شدگی را استفاده کنیم جور شدگی را چی کنیم؟ استفاده کنیم تیار پیش از پیش با شما چی داریم؟ جدول داریم نه استفاده کردم جور است تنها پیش از پیش چی است؟ جور شدگی است ما میتونیم که یارا هم چی کنیم؟ استفاده کنیم میگه اینجا می نشته میکنیم که سیریال نمبر اس نیم فادر نیم پروگرام فی ادرس سل نمبر میبینی یک کریم جمال دیتی 20,000 شما حضور بده ادرسش کابل و سل نمبر تلفن نمبر است کنم از کجا هستی؟ یعنی در شاید صحیح؟ چرا در بیکار هستی اینجا میدونی که student fee sheet یکی را یاد نکنید که احساس پیدا باشن چهار داریم نشستی احساس خود بود میبینی؟ استاد خط بین از جدول و که تو استاد شیشی اگه باشه برو باز کرد سخت نیست که کجا در تیبل برو چی کردن میبینی؟ اینجا جدا میکنی کلی استادی رقمی اوکی کجا؟ اینجا؟ نه بود در استاد ایشان میشه که بخیر یعنی مو که مثالی تیبل است ما میتونیم که یک خط باشه اینی ستایلش باشه و اینی قلم میگیریم اینی رنگش باشه خط بیدی قدر دبل باشه ستایلش بیدینی باشه
یا میخوای که نه دیگه هم دبل تر باشه اینجا. رنگش دیگه هم تغییر میکنه. اینی باشه. پنجاب شاید شد. میبینی؟ این هر ستایل برش داده میداره. استاد یک جدول را ایجاد میکنیم که اندازه این چیزی می خطکش استاد که میشه. ما میخوایم که مکمل مثل که فوتبال ما خطکشی میکنیم این دوست اینه دونه که ورق می نوشته میبرم. جدول ما انتخاب کرد یا نوشته؟ فهمیدم. میخوای که جدول باید کشکدگی به اول جدول که را میکنی یک خود جالی آل خود را کنی پیش از میشه که ورق درا بشه. نکنیم. نه خورق ورش کرن پیش کنیش هر جدول خود خورد است یعنی برده میتنیم از کجا برده میتنه خود بود چی که خورد کنیم فهمیدی؟ استاد ما گفتم که چجوری که هر چیز رو کش کردن میشه. از داخل یه چیزی از کم بازم صحیح شد؟ صحیح شده کسی میگفتی؟ خب این جدول است که در جدول آل ما که جسمانی که در جدول بیم اینجا جدول ریزن تا است. ریزن بر گفتم اینجا که سلکترشان است. سلک اگر کنی کلم میگیره گرفته اگر یک دفعه بکسری کنی کلم علاقه ده ما کلم میگیریم این بارر رو باید کار کنیم قلم میگیریم قلم باید کدام سیز باشه اینی قلم باید کدام شکل باشه اینی قلم باید کدام رنگ باشه اینی کلی چیز انتخاب میشن. اینجا استیل سابقه موجود است. سابقه استفاده نمیکنم. امیاره که من استفاده کنم می استفاده میکنم. گپ کلمش است. و دیگه که اینجا شرینگشان است. شرینگ معنی بگراوندی جدول بید اینی سلیه دیگه سل کدام رنگ بگیره نو رنگ یا مور کالرز دیگه رنگ ها شیرینگ خود سلت آفرین. خب بس جدول میتی اینجا بیا سخت نیست کنه انتخاب کرده بود خود دیگه فهمیده آدم شدید ترکس میخوانی اینجا میم جدول ساده شود اینجا یا به این شکل ساده شود یا میخویم که سیزش مثالو کلان از خیر او باز کار میکنیم که اتپیتو کانتنتس این ستیل های تیبل است. خب چه شان است؟ ستیل تیبل است. پس میخوایی که نارمل این نارمل میخوایی نارمل میخوایی اینی یا امین چه ستیل داریم یعنی این ستیل مثال این همیش چیست less table 5 dark accent 6 است نیست امیره مودیفای میکنم در جای خود اینجا می مودیفای و را خوال انتخاب میکنم انتخاب کردیم باید مودیفای کنیم باید چی کنیم؟ مودیفای همون همیش سیست بسته تیبل میخوایم که بگراوند آل بارر نوشتهش اینی باشه اینی ستایل اینی سیز اینی رنگ آثار باشه نوشتهش شکست باشه اندرلاین هم باشه سیز کلان خورد اوکی که دیگه استیل آورده میدن یا آلی بیا
درجه بجه چی کردیم یا نکردیم؟ بدل خود edit کردیم. چی کردیم؟ مودیفای کردیم. یا کلیر میکنی پس نرمال. چرا؟ نه کجا پیش همو درس است کردن. یا اون درس من افتادم بود. ادامهش هست برای تو تیبلش میشی چور زدم میره ما با خب سوال ازی با مو جز پرسان بود که همو درس شروع بود. ما برد گفتن جدول ما که است ببینه. جدول ما که است همراه جدول ما 2 دانه تب میه. اول تب شروع کردیم از اینجا. دیزاین استاد میم تایید خواندم میرم. اینا اولین ماشی خبر است این تبهای اینجا کمنت هایش خلاص شد یا نشد؟ اینجا که خلاص شد میم با تبهش شروع کردیم. تبی اولش شروع سره. خانده غیر. تو شروع مانی؟ دا هغه د خوا ته آپشنونه ته کم رو دا ټوټل رو صبر کا خو پاتې دي کنه فی خانه ور روانه کا سرچپنه سرچپه نه راسته روانه کا سره نیو टेबल स्टाइल या दिलित एक टेबल स्टाइल ना वजूर भी करें मिसाल माई स्टाइल बनामी टेबल ची इन्हीं मिशा की इन्हीं दो खात साइज़िश इन्हीं बाशा रंगिश इन्हीं आल्बर्स बैकग्राउंडिश इन्हीं बाशा ओके ओके माहम एक स्टाइल दारे बनामी शी میشه که توتال رو پرس رو آل رو اینجا دیزاین هست پرس رو اول رو بولد میشه نمیشه صحیح بولد میشه بولد نمیبینی کلام بولد میشه لاست کلام بولد میشه اکسترل میده بولد کلام یک دیگر کلام بعد از یک کلام ایدر رو عنوانی خط عنوانی توتال رو خط اخیری خود نور کستل نه ولې مختلف هر یو کوي رنگ ورکوي نه ورکوي در باندې جدول چیرته زیات کلمونه او روګانې ولري بیا دلته نور سټیلونه ورکوي سر یا خلیج می‌بینی؟ خب بوندد رو تا یک دیگر رو یک استایل میده مثال بوندد کلم که انتخاب نباشه میبینید رو ها یک استایل میده نمیده یک کر دیگر رو یک بوند میکنه کم این ریزن تا بود سبب خیلی اوتر میخواد سبب یک جدول شما برای ما بیاریم چی رقم استاد جور کنید کدام